بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام به شما همکاران و همراهان پرتلاش و گرامی. امیدوارم حالتون خوب باشه و لحظاتی سرشار از آرامش و پویایی رو تجربه کنید. خوش آمد میگم خدمت تک تک شما بزرگواران. خیلی خوشحالم که فضا و شرایطی فراهم شد که مجدد در خدمتتون باشم. میدونم همه شما به عنوان دندانپزشکان کودک که در این وبینار شرکت کردین با چالش‌های زیادی روبرو هستین و در تلاشین تا درمان‌های دقیق‌تر، با کیفیت‌تر و کارآمدتر واسه کودکان ارائه بدین. پس بهتون به خاطر حضور در این وبینار تبریک میگم. جای درستی اومدین، چون قرار امروز در مورد مبحثی صحبت کنیم که هم کاملا عملی و کاربردیه و هم به شدت چالش برانگیز. اجازه بدین کمی در مورد علت این وبینار براتون بگم. همه میدونین که درمان فضانگهدارها یکی از حساس ترین و مهمترین درمانها در دندانپزشکی کودکانه. از همون لحظه تصمیم گیری و انتخاب فضانگهدار مناسب تا سمان کردن و فالوآپ چالش‌های زیادی داریم. من خودم بارها در طول کارم با چالش‌های مختلف روبرو شدم و وقتی به تجربه‌های مختلف نگاه میکنم میبینم که خیلی از این مشکلات میتونستن با آگاهی بیشتر از تله‌های این درمان‌ها جلوگیری بشن. به همین دلیل تصمیم گرفتم این وبینار رو برگزار کنم تا هم با شما تجربه‌ام رو به اشتراک بذارم و هم شما رو با 5 تله پنهان فضانگهدارها آشنا کنم. تله‌هایی که میتونن شما رو مشکلاتی روبرو کنن که شاید اصلا انتظارش رو نداشته باشین. واقعیت اینه که فضانگهدارهای ثابت که رایج‌ترین فضانگهدارها هستن فقط یه قطعه فلزی ساده نیستن که بچسبونیم و تموم. اگه درست و اصولی کار نشه نه تنها نتیجه خوبی نمیگیریم بلکه حسابی هم میتونه دردسرساز بشه، هم واسه کودک، هم والدینش و هم خود ما. تو این وبینار قراره 5 تا از تله‌های پنهان فضانگهدارها رو با هم بررسی کنیم و راه فرار و ترفندهای کاربردی هر کدوم هم بهتون بگم. پس تا انتهای این وبینار همراه من باشید. خب بریم سراغ اولین تله پنهان فضانگهدارها، قالبگیری با آلژینات در کودکان. این مرحله بظاهر ساده وقتی چالشیه که شما با یک کودک مواجه هستید. مرحله قالبگیری برای کودکان همیشه به این راحتی که فکر میکنیم نیست. کودکان معمولا حس خوبی موقع قالبگیری ندارن و خیلی از اوقات ترس‌ها و نگرانی‌ها و ناراحتی‌های خودشونو دارن. پس لازمه درست همینجا ما تکنیک‌های ویژه‌ای رو برای مدیریت این مراحل داشته باشیم. تله پنهان قالبگیری با آلژینات. این توی چند بخش خودشو نشون میده. اول کنترل رفلکس گنگ و عدم همکاری کودک. دوم انتخاب درست تری و سوم قوام مناسب آلژینات. اما در مورد قسمت اول به نظر شما همکاری کودک رو چجوری میشه جلب کرد؟ چند تا تکنیک رفتاری داریم برای افزایش حواس پرتی کودک که میدونم باهاش آشنا هستین. فقط یه مرور با هم بکنیم. اول روش تلشودو که یکی از بهترین تکنیک‌های رفتاری برای جلب همکاری کودکه. اول به کودک توضیح میدیم که قرار چه اتفاقی بیفته. بعد از این کار رو براش توضیح دادیم در نهایت کار رو با آرامش و دقت براش انجام میدیم. این کار باعث میشه کودک احساس امنیت کنه، استرسش کاهش پیدا کنه. اینو که میدونستین. دوم حواس پرتی که برای کاهش استرس اغلب موثره. چیزی که هممون شنیدیم اینه که از کودک بخواید پای راست یا چپش رو بالا بیاره. این کار تمرکزش رو از روی دهانش دور میکنه. یا انیمیشن مورد علاقش رو پخش کنین تا ذهنش از روند قالبگیری منحرف بشه. یه روش خوبی دیگه که واسه بچه‌های بالای 6 سال بیشتر موثره این که بهش یاد بدین فقط از بینی نفس بکشه. این کار نه تنها به کاهش استرسش کمک میکنه، جلوی اون رفلکس تهوع رو هم میگیره. سوم پوزیشن نیمه نشسته به راحتی بیشتر کودک کمک میکنه. این پوزیشن باعث میشه احتمال ورود مواد آلژینات به ته حلق، ناراحتی و تحریک رفلکس گنگ کمتر بشه. و در آخر استفاده از آلژینات فسته، چون
زمان قالب‌گیری رو کوتاه‌تر میکنه و کودک کمتر اذیت میشه. این از قسمت اول. اما قسمت دوم تله، انتخاب تری مناسب. شاید بشه گفت بهترین تری برای قالب‌گیری بندولو تری نیمفک چرخان هست. این تری ها یه مزیت خیلی مهم دارن که میتونید با چرخوندن 180 درجه‌ای ازشون برای هر 4 سمت دهان استفاده کنید. و اگر قبل از رویش دندون 6 میخواین دو طرفه قالب بگیرین، مثل اپلاینس هالیوودی ثابت قدامی یا بندولوپ دو طرفه، از تری قدامی بزرگسال استفاده کنید. این تری ها هم راحت تر داخل دهان جا میشن و هم دقت بالایی دارن. و اما تله مهمی که خیلی ممکنه ناآگاهانه توش گیر کنین و میتونه حسابی اذیتتون بکنه، تنظیم قوام آلژیناته. یکی از مهمترین فاکتورهایی که روی قوام آلژینات برای قالب‌گیری مؤثر و کمتر بهش توجه شده، میزان آبی هست که با پودر آلژینات مخلوط میکنیم. تو دندانپزشکی کودکان باید میزان آب فقط به اندازه‌ای باشه که بعد از 30 تا 45 ثانیه مخلوط کردن قوامی تقریبا شبیه پوتی در بیاد، طور که بتونید با دست کمی شکلش بدین، اما به دست نچسبه. خمیر رو با دست شکل میدین، داخل تری آمادش میکنین. اینطوری هم کودک کمتر اذیت میشه و هم شما راحت ترین و دقیق ترین قالب‌گیری رو انجام میدین. چند بار خودتون امتحان کنید تا میزان آب دستتون بیاد. برای هر برند ممکنه این میزان متفاوت باشه. اینطوری اولین تله رو بدون اینکه درگیرش بشین و زمین گیرتون بکنه رد کردین. آماده این واسه تله دوم؟ تله دوم، انتخاب بند و تنظیمش روی دندون یا روی کست. مگه فرقی میکنه؟ تا اینجا رو میدونیم که توی فضا نگهدارها بند یکی از اجزای اصلیه و این بند باید دقیقاً روی دندون سر جای خودش به صورت استاندارد بشینه. درست؟ حالا سوال اینجاست که خیلی فرق میکنه بند رو مستقیما روی دندونها داخل دهان تنظیم کنید یا روی کست. آخه اگه روی کست باشه خیلی کارمون راحت تره، نه؟ اصلا دیگه بند نمیخواد بخریم. چالش بندگذاری و برداشتن و دوباره گذاشتن توی قالب نداریم. این دقیقاً همون تله‌ای که نباید توش گیر کنیم. طبق مطالعات و بررسی‌های انجام شده خوب بدونید تنظیم بند روی دندان داخل دهان که بهش میگیم تنظیم مستقیم یکی از دقیق‌ترین روش هاست. یعنی بند دقیقاً به شکل دندون تطبیق پیدا میکنه و دقت بیشتری توی فیت شدن بند به دست میاد. این روش به ویژه وقتی بخوایم فضا نگهداری دقیق و ماندگار داشته باشیم بهترین انتخابه. حالا بیاین تنظیم بند رو روی کست مقایسه کنیم. تنظیم بند روی کست یعنی بند رو روی مدل گچی دندون تنظیم کنیم. این روش شاید برای بعضی از موارد اونم معدود مفید باشه، ولی یه مشکلات بزرگی هم به همراه داره. چرا؟ چون وقتی بند رو روی کست تنظیم میکنید نمیتونید خیلی با دقت و جزئیات به بافت نرم و سخت توجه کنید. بنابراین ممکنه بند در نهایت خوب روی دندون جا نیفته و مشکلاتی مثل فشار زیاد روی بافت نرم روی دندون یا عدم تطابق دقیق بند با دندون پیش بیاد. اینطوری مجبوریم کلا دوباره فضا نگهدار از اول درست کنیم که همزمان بره و هم خیلی پرهزینه. در حالی که در دهان وقتی بند رو روی دندون تنظیم میکنین تطابق اون با وضعیت واقعی دقیق تره و نتایج بهتری داره. خب اینم از تله دوم و راه حل عبور از اون. واسه تله پنهان سوم قرار بریم سراغ یه مرحله حساس و سرنوشت ساز، سمنتیشن یا چسبوندن فضا نگهدار. به سمان کردن مثل چسبوندن ساده یه قطعه فلزی به دندون نگاه نکنید. سمنتیشن یک مورد حیاتیه که اگر درست و اصولی انجام بشه فضا نگهدارتون مثل صخره محکم و بی حرکت سر جای خودش میمونه. اما اگه اشتباه کنید نه تنها کل زحماتتون هدر رفته، بلکه ممکنه مجبور بشین که از اول کار رو تکرار کنید و به چالش‌های عجیب غریبی بخورین. پس قبل از اینکه سمنتیشن رو انجام بدین باید مراقب تله‌های پنهانش باشین که ممکنه کارتون رو خراب کنه. یکی این که قبل از سمان کردن باید 100% مطمئن بشین که فضا نگهدار کاملا درست در جای خودش قرار گرفته. این یعنی چی؟
یعنی اول از همه باید دقت ساخت و نشستن بند رو چک کنید. در فضا نگهداری یک طرفه بند باید دقیقاً روی دندون سر جای خودش بشینه، نه لق باشه نه با زور جا بیفته. اگه بند درست فیت نشده، فشار دادن اون حین سمان کردن کاملا اشتباهه. چرا؟ چون این فشار به مرور باعث جابجایی بند، گیر غذایی، حتی پوسیدگی دندون پایه میشه. در مورد فضا نگهدارهای دو طرفه مثل نانس یا لینگوال آرچ باید تراز بودن فضا نگهدار رو قبل از سمنتیشن چک کنید. حرکت الاکلنگی نباید داشته باشه. اگه یکی از بندها روی دندون بشینه ولی طرف دیگه بلند بمونه، این یعنی یه جای کار میلنگه. بعضی سعی میکنن با فشار این مشکل رو حل کنن، ولی این کار کاملا اشتباهه، چون در طول زمان فشار وارد شده باعث جابجایی فضا نگهدار یا آسیب به دندونای مجاور میشه. راه فرار چی بود؟ اینکه قبل از سمنتیشن حتما فضا نگهدار رو تست کنیم. اگه بندها به راحتی و بدون فشار اضافه روی دندونها فیت نمیشن، به جای اجبار در صورت امکان اصلاحش کنیم. در فضا نگهدارهای دو طرفه قبل از سمنتیشن بندها رو با فشار دست، نه بند سیتر، تا نیمه ارتفاع دندون جا بندازیم طوری که گیر کنه و مطمئن بشیم که هیچ کدوم از طرفین بلند نمیمونه. بندها رو به صورت یک نواخت باید روی دندون جا بندازین، نه اینکه یکی رو کامل جا بندازین بعد برین سراغ سمت مقابل. موقع سمان کردنم هر دو بند رو همزمان روی دندون ها فشار بدین تا یک نواخت روی سطح دندون بشینن. اول به صورت نسبی، بعد به صورت کامل. مورد دیگه که ممکنه بهش خیلی به اندازه کافی اهمیت ندین، تمیز کردن دندون قبل از سمنتیشنه. هر چقدرم که بهترین سمان انتخاب کنین، اگه سطح دندون به اندازه کافی تمیز نباشه، سمنتیشن با شکست مواجه میشه و قدرت چسبندگی پایین میاد. چرا؟ چون باکتری ها خیلی راحت میتونن زیر بند نفوذ کنن و پوسیدگی ایجاد کنن. در کنارش لق شدن زود هنگام فضا نگهدار رو هم داریم. پس ضروریه قبل از سمنتیشن سطح دندون رو کاملا تمیز کنیم. از پودر پروفیلاکسی یا حتی یه برس خشکم برای حذف پلاک و دبری ها میتونید استفاده کنید. بعد از شستشوی مختصر لازمه به خوبی قبل از سمنتیشن دندون رو خشک کنید. پس یه دندون تمیز و خشک نیاز داریم. مورد بعدی مشکلاتی هست که به خاطر باقی موندن سمان اضافه ایجاد میشه، مثل التهاب لثه، خونریزی لثه، درد ناشی از التهاب، گیر غذایی و بوی بد دهان. پس لازمه بعد از سمنتیشن بلافاصله سمان اضافه را با سوند از ناحیه لثه تمیز کنید. در نواحی بین دندونی هم میتونین از نخ دندون استفاده کنین تا سمان باقی مونده خارج بشه. خب اینم از راه‌های فرار تله‌های پنهان سمنتیشن. فضا نگهدار رو سمان کردیم و خوشحالیم که کار اون بالاخره تموم شد. اگه فکر میکنین بعد از سمان کردن فضا نگهدار دیگه کار تمومه، اشتباه بزرگی کردیم. تغییرات داخل دهان کودک، رویش دندون‌های دامی، پوسیدگی‌های جدید، عادات دهانی و حتی خود فضا نگهدار همگی نیاز به بررسی مداوم دارن. ولی یه مشکل دیگه هم هست. والدین اگه اهمیت جلسات چکاپ رو براشون توضیح ندیم، خیلی راحت جلسات پشت گوش میندازن و فقط وقتی که یه فضا نگهدار لق شد، شکست یا مشکلی پیش اومد، اون وقت برمیگردن، وقتی که شاید دیگه خیلی دیر شده باشه. پس تله چهارم تله چکاپ و فالوآپه. ببینین، اول اینکه شما معمولاً با والدینی مواجه هستین که جلسات چکاپ رو کلاً جدی نمیگیرن. میگن وقتی خراب شد میاریمش درستش میکنیم. وقتی مشکل بزرگی پیش اومد، اون وقت یاد ما میافتن. پس ضروره والدین رو از همون اول توجیه کنیم. قبل از سمان کردن حتما جلسات چکاپ رو توضیح بدین و براشون برنامه مشخص کنیم. بهشون بگین که فضا نگهدار یه وسیله پویاست، نیاز به تنظیم و بررسی داره، وگرنه ممکنه باعث مشکلات جدی بشه. اهمیت جلسات رو با مثال واقعی توضیح بدین. مثلا بگین اگه ماشینتون رو سرویس نکنین، یه روز یهو خراب میشه و حسابی دردسر درست میکنه. خب حالا هر چند وقت یه بار باید بیان واسه چکاپ؟
اگه برنامه درستی به والدین ندیم ممکنه یا زیادی بیان که باعث خستگی خودشون و اتلاف وقت ما بشه، یا خیلی دیر بیان که دیگه کار از کار گذشته. بهترین فاصله بین هر چکاپ 4 تا 6 ماهه. اگه کودک خیلی کوچیکه یا فضاهای حساستری داریم ممکنه هر 3 ماه یک بار نیاز بررسی باشه. توصیه شده چکاپ اول رو 3 ماهه بذاریم. بعد از اینکه مطمئن شدیم کودک مشکلی با فضا نگهدار نداره بعد میتونیم فاصله جلسات رو بیشتر کنیم. سوال بعدی اینه که حالا که واسه چکاپ اومد چه مواردی رو باید توی جلسه چکاپ بررسی کنم؟ وقتی کودک واسه چکاپ میاد باید یه چک لیست داشته باشیم و همه چیز رو دقیق بررسی کنیم. چکاپ که فقط نگاه کردن به فضا نگهدار نیست. چند تا نکته مهم رو باید حتما چک کنیم. لقه فضا نگهدار، التهاب لثه، رویش دندون دائمی جدید، افتادن دندونهای شیری، پوسیدگی‌های جدید دندونهای پایه و مجاور فضای بیدندانی، شکستگی و تغییر شکل فضا نگهدار. گاهی به خاطر رشد فک یا تغییرات دندونی فضا نگهدار دیگه مناسب نیست، نیاز به تعویض داره. یه مرور بکنیم برای اینکه توی تله‌های چکاپ گیر نکنین. از همون اول اهمیت جلسات چکاپ رو برای والدین توضیح بدیم. هر 4 تا 6 ماه یک بار جلسه چکاپ بذاریم، جز در بعضی موارد خاص که این فاصله کمتره. چک لیست کاملی برای چکاپ داشته باشید و هر بار مواردی مثل لق بودن، التهاب لثه، رشد دندانهای مجاور و پوسیدگی‌ها رو بررسی کنید. بدون دلیل فضا نگهدار رو بر نداریم، ولی در موارد ضروری مثل رویش دندون جایگزین یا تغییرات فکی تصمیم درستی بگیرید. تا اینجا کلی ترفند یاد گرفتیم که چطور از اشتباهات رایج توی طراحی، سمان کردن، تنظیم فضا نگهدارها فرار کنیم. اما حالا میخوام یه تله خطرناک دیگر رو براتون باز کنم. چیزی که شاید اولش خیلی به چشم نیاد، اما اگه جدی نگیرینش میتونه کل درمانتون رو به چالش بکشه. التهاب لثه، یه دشمن خاموش. بیاین یه لحظه تجسم کنیم چند هفته از تحویل فضا نگهدار گذشته، والدین بی توجه و راضی، کودک شکایت خاصی نداره، همه چی به ظاهر عالیه. اما یهو توی چکاپ چی میبینیم؟ اطراف بند لثه حسابی قرمز و متورم شده. چرا اصلا لثه ملتهب میشه؟ اول از همه باید بفهمیم که این التهاب از کجا میاد. اینجا چند تا مقصر اصلی داریم. بهداشت ضعیف اولین و مهمترین دلیله. فضا نگهدار مکانایی بسیار خوبی هستن برای تجمع پلاک میکروبی و اگه مسواک درست و حسابی تو اون نواحی زده نشه التهاب لثه شروع میشه. دوم، بقای سمان. اگه بعد از سمان کردن اضافات سمان به خوبی تمیز نشه خودش باعث تحریک مزمن بافت‌های لثه میشه. سوم، فشار بیش از حد بند. اگه بند درست فیت نشده باشه و بیش از حد به لثه فشار بیاره باعث التهاب، تحلیل یا حتی زخم لثه میشه. و مورد چهارم، حساسیت لثه. بعضی از بچه‌ها به صورت طبیعی لثه‌های حساسی دارن. حتی با کمترین تحریک دچار التهاب و خونریزی میشن. این مسئله معمولا تو کودکانی دیده میشه که سابقه ژنژیویت یا پاسخ التهابی شدیدی نسبت به پلاک‌های میکروبی دارن. البته به صورت نادر کودک ممکنه به مواد سمان یا حتی آلیاژ بند حساسیت داشته باشه که میتونه منجر به التهاب مداوم لثه بشه. حالا که این دلایل رو فهمیدیم باید ببینیم چطور میشه از این تله فرار کرد. مهمترین راه فرار از تله التهاب لثه تقویت بهداشت دهانه. والدین همیشه فکر میکنن که مسواک زدن فقط جلوی پوسیدگی رو میگیره، ولی باید یاد بگیرن که تمیز نگه داشتن اطراف فضا نگهدار هم به همون اندازه مهمه. اگه التهاب ایجاد شده دهانشویی کلورهگزیدین به مدت 1 هفته تا 2 هفته میتونه کمک کننده باشه. ولی یادتون باشه دهانشویه رو به عنوان راه حل اصلی معرفی نکنید، چون ریشه مشکل پلاک و سمان‌های اضافه است، نه فقط التهاب لثه. دومم که بررسی میکنین سمان اضافه نمونده باشه. اگه سمان اضافه گیر کرده باشه بهتره با اولتراسونیک یا اسکیلر دستی اون رو خارج کنیم تا لثه بتونه خودش رو ترمیم کنه. بعضی وقتا
بند و درست انتخاب و تنظیم نکردیم، طوری که به بافت لثه داره فشار وارد میکنه، باعث التهاب میشه. اگه التهاب شدید باشه و لثه هم تحلیل رفته باشه، شاید مجبور شیم فضا نگهدار موقت در بیاریم و بعد از بهبودی بافت یه قالبگیری جدید انجام بدیم. یادتون باشه هرچی زودتر مشکل رو تشخیص بدیم، راحت‌تر میتونیم از این تله فرار کنیم. خب تا اینجا 5 تله پنهان در فضا نگهدارها رو شناختیم و یاد گرفتیم که چطور ازشون فرار کنیم. مرسی که همراه من بودین. اما بذارین این چیزی رو بهتون بگم، اینکه این فقط نوک یک کوه یخه. فضا نگهدارها یکی از حساس‌ترین بخش‌های درمان دندانپزشکی کودکان هستن. اگه درست اجرا بشن، معجزه میکنن و به رشد سریع دندون‌های دائمی کمک میکنن. ولی اگه توی هر مرحله یه اشتباه کوچیک داشته باشیم، میتونن تبدیل به یک چالش بزرگ بشن. اینجاست که یه آموزش اصولی و جامع میتونه تفاوت بزرگی ایجاد بکنه. و من برای اولین بار واسهتون یه دوره جامع و حرفه‌ای طراحی کردم که از 0 تا 100 فضا نگهدارها رو بهتون آموزش میده. این دوره در کنار یک دوره تئوری، یک دوره عملی و کاربردیه، از تشخیص و اندیکاسیون تا چکاپ و مراقبت‌ها، اونم واسه دندون پزشکایی که میخوان بدون استرس فضا نگهدارها رو دقیق و اصولی اجرا کنن و طراحی کنن. چی باعث شده که این دوره متفاوت باشه؟ این دوره 20 جلسه آموزشی کامل داره که توی تلگرام بارگذاری شده، اونم با دسترسی نامحدود. هر جلسه شامل سوالات آمادگی ذهنیه برای اینکه بدونین دقیقاً قرار چی یاد بگیریم. بعد یه ویدیوی آموزشی رو داریم و چند نکات متنی و تصویر کلیدی و کاربردی. در انتهای جلسه هم یادگیری خودتون رو با زدن چند تست محک میزنید، اونم همراه با پاسخ تشریحی. بعد از این دوره شما میتونید با مهارت و دانش بهتر و اعتماد به نفس بالاتر درمانهای فضا نگهدار رو اونم با موفقیت انجام بدید. از همون اول که این وبینار رو برگزار کردم یه هدف داشتم، کمک کنم که فضا نگهدارها رو عمیق و اصولی یاد بگیریم. حالا که تا اینجا همراه من بودین، معلومه که این موضوع براتون مهمه و من نمیخوام که هیچی جلوی یادگیریتون رو بگیره. پس یه هدیه برات دارم، یه کد تخفیف ویژه که فقط به احترام تلاش و پشتکار شما فعال شده. و یه نکته مهم، ظرفیت این تخفیف محدوده و فقط برای شرکت کننده های این وبیناره، یعنی کسی خارج از این جمع به این فرصت دسترسی نداره. توی متنی که در ادامه میاد در پایان این ویدیو توضیحات بهره‌مندی از این امتیاز ویژه رو کامل برات توضیح دادم. موفق باشید.